سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، این اولین ویدیوی من است. دوستان ما اومدیم با آموزش شلاقی. دوستان شلاقی آسان ترین راهش اینه: اسکینتون باید رو به جلو حرکت کنه، باید اینجوری رو به جلو بره. بعد که رو به جلو اسکینتون حرکت کرد باید جامپ بزنید. اسکین رو به جلو اول، بعد جامپ، بعد که اسکینتون رو به جلو رفت بعد جامپ، بعد نایف میزنین. اول اسکین رو به جلو حرکت میکنه، بعد جامپ میزنین، بعد نایف میزنین. دوستان عزیز ببینیم، باید گانی که برداشتین باید سمت راست اسکینتون باشه، وگرنه شلاقی کار نمیکنه. خب به این شکل میتونی شلاق بزنی. پس دوباره میگم، اسکینتون باید حرکت کنه، اسکینتون رو به جلو حرکت کرد، بعد باید یه جایی هم باشین که شیب دار باشه. اسکینتون به رو به جلو حرکت کرد، جامپ میزنید، نایف میزنید، بعد سویچ گام میکنید. بعد به این شکل باید سریع انجام بدین. اگه سریعتر انجام بدین شلاقی باگ میخوره، میتونین راحت شلاقی بزنین و اشتباه کنین. خب اینم از آموزش این ویدیو. به این شکل میتونین شلاقی بزنین، راحت و ایزی. خب دوستان عزیز، تا ویدیو بعد شما رو به خدا میسپارم. فعلا خدا نگهدار.